ای کت خدا ای کت خدا دیگه تموم ماجرا، ای کت خدا ای کت خدا دیگه تموم. ریس ریس، این صدا از داخل مکتب خانه همی می آید. مگر شاگردانش را در زندان همی نکردی؟ چرا کت خدا کردیم، اما باز هم اختشاش همی می کنن. شما میگویید چه کار همی بکنیم؟ بروید گاو و گوسفندها را وارد مکتب خانه همی کنید، شاید تبدیل به طویله همی بشود. آورین دیگر صدایی از اینجا بلند نخواهد شد. رو پری رو قوره، کت خدا جاش تو گوره. رو پری رو قوره، کت خدا جاش کت خدا باز هم که ساکت نشدن. حالا میگویی چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ آها فهمیدم. کت خدا اساتید جدید مکتب خانه را آوردم. آورین بگو بیایند ببینم. وارد بشوید. کت خدا ما داریم میاییم. کت خدا ما داریم. کت خدا این هم مدعای یکی از محلهای فینیتو می باشندی که آموزش نوع خوانی به شاگردان همی بدهد. این هم آفتابدار مخصوص بیت کت خدا می باشد که آموزش کت خدا شناسی با گرایش آفتابه همی می دهندی. و این هم قالقال خودمان سرچماقدار بیت فینیتو می باشندی. آورین این یکی هم بشود استاد گوش کوبیده با گرایش دنبه بالینی. حالا بروید در مکتب خانه تا این مکتب خانه برای همیشه ساکت بشوندی. کت خدای پس مونده این دفرم کور خونده. کت خدای پس مونده هر غلطی هم که بکنی نمیتونی مکتب خونه رو ساکت کنی. یه سوتی کت خدا.